سیامک پسر بوکسوری هستش که توی دعوا با زن خودش اونو تا حد مرگ کتک میزنه. زنش هم برای طلاق اقدام میکنه. سیامک که زنش رو خیلی دوست داره، برای اینکه زنش رو طلاق نده پیش وکیلی میره به اسم مهرانه. ولی مهرانه پروندهش رو قبول نمیکنه و در کمال ناباوری میره پرونده زن سیامک رو قبول میکنه. سیامک هم برای گرفتن انتقام دست به هر کاری میزنه تا اینکه مهران و مادرش رابطه خویشاوندی با خانواده سیامک پیدا میکنن. اگه علاقه‌مند به داستان و رمان‌های فارسی هستین، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید. جلسه دادگاهی داشتم و توی راهروی دادگاه نشسته بودم. داشتم به اطرافم نگاه میکردم که مرد چهارشونه توجهم رو جلب کردش. یه خانم مسنم کنارش نشسته بود و تمام مدت زیر لب حرف میزد و گریه میکرده. مرد کنار دستش تنومند بود و کنار ابروش یه شکستگی داشتش. معلوم بودش که برای دعوا و زد و خورد اینجا هستش. داشتم با خودم فکر میکردم که کدوم آدم کله خری با این درگیر شده. ولی زن کنار دستی که معلوم بود مادرش خیلی بیتابی میکرد و هر چند دقیقه یه بار یه ناله‌ای سر میدادش. تصمیم خودم رو گرفتم که بعد از جلسه دادگاه خودم پیش زن برم و بهش بگم اگه کمکی از دستم برمیاد براش انجام بدم. از در دادگاه که اومدم بیرون همون مرد و زن رو دیدم. رفتم سمتشون و بهشون گفتم که من وکیلم. اگه کمکی از دستم برمیاد بگین که من براتون انجام بدم. خانم که خوشحال شده سری به هم گفتش بله پسرم یه مشکلی داره که تا اومد ادامه حرفشو بده همون مرد تنومند ادامه داد مادر بسته من کار دارم وقت ندارم اینجا صحبت کنم. مجبوری کارتم رو گرفتم سمتشون و گفتم اگه دوست داشتین میتونین بیاین دفترم تا با هم دیگه صحبت کنیم. چند روزی از این اتفاق گذشته بود و خبری از اون مرد و مادرش نشدش. منم هر روز دفتر میرفتم و کارهای روتینم رو انجام میدادم. امروز که داشتم دفتر میومدم بیرون منشی دفترم بهم گفت یه آقای تماس گرفت و گفته شما کارتتون رو بهش دادید و ازش خواستید که بیاد دفتر. منم برای بعد از ظهر براش وقت گذاشتم. یادم نمیومدش که دقیق به کی کارت دادم. ولی چون منشی بهش وقت داده بود مجبوری موندم توی دفتر تا بیادش. از تایمی که قرار بودش بیاد یه رو بیشتر گذشته بودش. هر لحظه داشتم عصبی تر می شدم و از مراجعین که دیر می اومدن همیشه بدم می اومد. وقتی در اتاقم زده شد و مرد وارد اتاق شد فهمیدم همون مردیه که با مادرش توی دادگاه دیدمش. وقتی اومد نشستش با پررویی تمام شروع کرد به توضیح دادن که من یکی رو زدم ناکار کردم. البته که حقش بود. لبخندی زدم و گفتم این که حقش بوده رو خودتون تعیین کردید یا دادگاه هم تعیین کرده. ریلکس جوابم دادش که شما داری پول میگیری که اینو به قاضی بفهمونی. همون موقع منشی با 2 تا قهوه وارد دفتر شدش. بهش گفتم بفهمید آقای خودش گفت امیر جلالی هستم. سیامک امیر جلالی. بدونی که من حرفی بزنم خودش شروع کردش به تعریف کردن که 3 هفته پیش ارمنستان مسابقه داشتم. هر چی زنگ میزدم بهش جوابمو نمیداد. با کنجکاوی ازش پرسیدم کی جوابتون رو نمیداد. گفت همونی که زدم ناکارش کردم دیگه. زنمو میگم. همه داشتن بهم دروغ میگفتن. حتی خودش هم بهم دروغ میگفت. عصبی بودم، مشکوک بودم، نگران. دور بودم و دستم به هیچ جایی بند نبودش. باعث شد که مسابقه‌مو ببازم. هرچی ازش پرسیدم که این چند روز کجا بودی تمام مدت جواب سربالا به من میداد و میگفت ازت خسته شدم و دیگه نمیتونم تحملت کنم. من براش هیچ چیز کم نذاشته بودم ولی نمیدونم اون چرا با من داشت این کارو میکردش. تمام مدت تکرار میکردش که دیگه نمیخوام ببینمت. خودم هم نفهمیدم چی شدش که مشتم اومد بالا و زدم توی صورتش. تا جایی که تونستم کتکش زدم. من که با حیرت داشتم نگاش میکردم بهش گفتم فقط چون جوابتون رو ندادش این رفتار رو از خودتون نشون دادید. به چه عنوانی الان ازتون شکایت کرده؟ امیر جلالی گفتش میخواد ازم طلاق بگیره. گفتم تا جایی که فهمیدم بهش مشکوک هستین. چرا نمیخوای طلاقش بدین؟ قهوه‌شو تا ته خورد و محکم کوبوندش رو زمین فنجون و گفتش یعنی چی خانم نمیخوای طلاقش بدی؟ زنم دوستش دارم برای چی باید طلاقش بدم؟
چرا حرف توی دهن من میذارید؟ من کی گفتم بهش مشکوکم؟ زنمه، دوستش دارم. من فقط دلتنگش بودم. جواب تلفنامو که نمیدادش داشتم از دوریش دق میکردم. مسابقه‌ای که چندین ماه برای زحمت کشیده بودم و از دست داده بودم. میخوام یه کاری کنی که بگن من جنون آنی بهم دست داد و نتونستم اون لحظه خودم رو کنترل کنم. اینقدرم پول دارم که بتونم در دهن قاضی و دکتر و همه رو ببندم. اینقدر ازش حرصم گرفته بود که نمیخواستم حتی یه دقیقه بیشتر تو اون دفتر بمونه. رو بهش گفتم که مگه همه چی پوله؟ نمیتونید با پول همه چی رو شما درست کنی. اصلا فکر آبروریزیشو کردی. شما داری میگی من ورزشکارم. اگه این موضوع رسانه‌ای بشه میخوای چیکار کنی؟ آینده ورزشتون از دست نمیره. بیشتر از این تعلل نکردم و گفتم امیدوارم صحبت‌های امروزم کمکی بهتون کرده. تایم مشاورتون تموم شده. اومد از جاش بلند شه گفتش من برای امضای قرارداد باید چیکار کنم؟ گفتم که متاسفم من نمیتونم پرونده شما را قبول کنم. شوک زده منو نگاه کرد و گفتش چرا نمیتونید قبول کنید؟ هر مبلغی که نیاز باشه من پرداخت میکنم. به هر حال من یه آدم معروفم. میدونم که قبول همچین پرونده‌ای مبلغش هم برای شما با بقیه پرونده ها فرق داره. به اینکه چقدر دیدش محدود توجهی نکردم و گفتم بحث مالیش نیستش. من نمیتونم پرونده شما رو قبول کنم چون که دلم نمیخوادش حقی از کسی ضایع بشه، مخصوصا اگر اون حق همجنس خودم باشه. عصبی از جاش بلند شد و گفت برای اینکه مبلغ رو بالا ببرین روش خوبی انتخاب کردید. شماره‌مو میدم به منشی. در ضمن اگه بلد نیستید کار بکنید چرا وقت منو میگیری؟ با خونسردی تمام گفتم اتفاقا من بلدم تو این مواقع چجوری پیروز بشم، ولی مردی مثل شما ارزش وقت گذاشتن رو نداره. نیاز به بذل و بخشش شما هم نیستش. من در مقابل میلیاردها پولم حاضر نیستم همچین پرونده‌ای رو قبول کنم. فقط به یه خواهیم دید اکتفا کرد و سرش رو انداخت و از توی اتاق رفتش بیرون. سمت خونه که رفتم مادرم غذای مورد علاقه‌مون درست کرده بود و تمام مدت به من غر می‌زدش که تو با کارت ازدواج کردی. الان دیگه وقت شوهر کردنته. به مادرم گفتم که تو خودت هنوز خیلی جوونی. حیف نیستش که پاسوز من شدی. تو بعد از بابا باید ازدواج میکردی. ولی مادرم مرغش یه پا داشت و مثل همیشه جوابمون داد که من چه خیری از بابا دیدم که بخوام از بقیه مردا ببینم. اونی که اینقدر ادعاش میشد عاشقمه وقتی یه بچه 1 ساله داشتم منو ول کرد و رفته. دیگه وای به حال بقیه. گونه‌ش رو بوسیدم و گفتم اصلا بی خیال این مردا. من و تو که داریم با هم دیگه خوش میگذرونی. چیکار داری من ازدواج کنم؟ همون موقع گوشیم زنگ خورد و وقتی که جواب دادم دیدم یکی از استادای دانشگاهمه. ازم خواسته بودش که پرونده یکی از اقوامش رو قبول کنم. بهش گفتم که من پرونده طلاق خیلی قبول نمی‌کنم. ولی خیلی اصرار داشتش که دختر بی‌پناهی و شوهرش تا حد مرگ کتکش زده. منم که کلا سرم درد می‌کردش بر دعوا قبول کردم و بهش گفتم فردا بیادش دفترم. روز بعد زمانی که بهار اومدش توی دفترم و راجع به زندگیش داشت حرف میزدش باورم نمیشد این دختر همون دختریه که سیامک امیر جلالی تا حد مرگ کتکش زده بود. صورتش کاملا کبود بود و دست و پاشم شکسته بود. دخترک اصلا اوضاع خوبی نداشتش. وقتی صورت داغون بهار رو که دیدم مصمم شدم تا طلاقش رو از اون مرد زورگو دیروزی بگیرم. تمام راههایی که بلد بودم و میخواستم به کار بگیرم. ولی قبلش دلم میخواست خودم بهش خبر بدم که من شدم وکیل بهار. یادم افتادش که بهم گفته شماره‌مو میدم دست مرشید تا اگه نظرت عوض شد بهم زنگ بزنی. از روی میز خانم محمدی مرشیم شماره‌ش رو پیدا کردم و زمانی که بهش زنگ زدم با صدای خشنی گفت بفرمایید. مطمئن بودم که صدای منو شناخته و شایدم شماره‌مو سیو داشته. بهش گفتم که احمدی هستم. حتی صدای پوزخندش تا این پر خطم اومدش. بهم گفت چی شد؟ بالاخره نرخ اومد دستت؟ تو دلم گفتم یه نرخی بهت نشون بدم سیامک امیر جلالی اون سرش ناپیدا. سعی کردم با آرامش باهاش صحبت کنم و گفتم من به عنوان وکیل بهار شهابی دارم بهتون زنگ میزنم. برای توضیح یه سری مسائل نیازی که تشریف بیارید دفترم. بین حرفم پرید و گفتش ببینم تو چیکار کردی؟ از لج من رفتی شدی وکیل بهاره؟
گفتم نه خیر. ایشون وقتی با اون سر و صورت داغون اومدن پیش من، به خاطر حس انسان دوستانه‌ام که بودش پروندهشو من قبول کردم. شما هم هر جور که دوست داری میتونی فکر بکنی. من به خاطر وجدان کاری میخواستم قبل از هر اقدام قانونی با خود شما صحبت بکنم. دوباره بین حرفم توپیدش که از صحبتاتون قبلا مستفیض شدیم. گفتم من دلم نمیخواد برای شما بد بشه، ولی میتونم این موضوع رو رسانه‌ای کنم و حتی با یه خبرنگارم صحبت بکنم و وضعیت بهاره رو کامل براش توضیح بدم. به نفع خودتونه که این دختر رو آزاد کنی و طلاقش رو بدی. این دختر دیگه دلش نمیخواد با تو زندگی کنه. بهاره پرونده قضایی تشکیل داده و شدت جراحات انقدر زیاده که شما رو میتونه حتی زندانی بکنن. پس به نفعته که با همون راه بیای. دوباره توپیدش که به تو چه مربوطه که من با زنم چه کار میکنم. بهاره هنوز عاشق منه، همونطوری که من عاشقشم. گفتم بهش که بهاره داره قرصای افسردگی مصرف میکنه. منزوی شده و توی خودشه. حال عشقت اصلا خوب نیستش. به من گفته که بعد از طلاق یه طوری شناسنامه‌شو عوض کنم که هیچ ردی از شما توی شناسنامه‌ش هم نباشه. ناباور گفتش داری دروغ میگی. بهاره هنوزم عاشق منه. بدون هیچ حرفی تلفن رو روم قطع کردش. من که دو دل شده بودم زنگ زدم به برادر بهاره و گفتم من با آقای امیر جلالی صحبت کردم. ایشون هنوز زنش رو دوست داره. چرا میخوای بین این دوتا جوون رو خراب کنید؟ چرا اجازه نمیدی بهاره برگرده سر زندگیش؟ سیامک امیر جلالی هنوز بهاره رو دوست داره. بهتره که یه فرصت به هر دوتاشون بدیم. ولی برادرش گفتش که چه تضمینی هستش که این سری که بهاره رفتش خونش زنده از اون خونه بیادش بیرون. بهاره داره قرصای اعصاب میخوره، نمیتونه دیگه سیامک رو تحمل کنه. بعد از کلی حرف ازم خواهش کردش که با این مسئله احساسی برخورد نکنم و کاری که نیاز انجام بدم. ساعت 9 شب بودش که برای گوشیم پیامک اومد و سیامک امیر جلالی به هم زده بود موافقم. منم جوابشون ندادم تا حدوداً ساعت 9:30 بهم زنگ زدش. با توپ پر گفتش که میتونم بپرسم چرا تلفنتون رو جواب نمیدید؟ منم ریلکس گفتم نه. گفت چی نه؟ گفتم نمیتونید بپرسید که چرا تلفنم رو جواب نمیدم. ولی سیامک امیر جلالی گفتش مطمئن باش من به تو جوجه وکیل نمیبازم. موافق طلاق دادن بهاره هستم، ولی تو مراقب خودت باش. منم گفتم که تو به من نیاز نیست ببازی. تو داری زندگی تو به بهاره میبازی. من این وسط چی کارم؟ تویی که رخت سیاه به خاطر عشق تنت کردی. فریاد زدش که به تو مربوط نیستش. من آدم کینه‌ای هستم. مطمئن باش این کارتو بدون جواب نمیذارم. بدون هیچ حرفی دیگه‌ای تلفن رو قطع کردش. 3 ماه بودش که از طلاق سیامک و بهاره میگذشتش، ولی در کمال تعجب هیچ تهدیدی و عملی نکرده بودش. داشتم پرونده ها رو بررسی میکردم که خانم محمدی وارد اتاقم شد و گفتش یه آقای اومده با شما کار داره. بهش گفتم که چرا وقتی هنوز وقت قبلی نگرفته راهش دادی داخل دفتر. محمدی که معلوم بودش ترسیده گفتش آخه این آقای یه جوریه. گفتم چه جوریه؟ گفت نمیدونم، قیافش یه جورای خطرناکه. فقط بهش گفتم بفرستش داخل. وقتی اومدش داخل به محمدی حق دادم که بترسه. یه مرد قد بلندی با شونه‌های پهنی اومدش داخل و سرش از بیمویی برق میزدش. گوشاش شکسته بود و یه کچلوار خیلی خوشگلم تنش بودش. مرد جذابی بودش. اومدش جلو نشست روی صندلی و بدون تعارف شروع کردش به توضیح دادن. برعکس قیافش که خیلی خشن بودش، ولی خیلی آروم و ملایم حرف میزدش. اومده بودش برای وصول یه چک 20 میلیاردی. رقم قابل توجهی بودش. برای همین حواسمو بیشتر جمع کردم. وقتی چکو بهم نشون داد و فهمیدم در ورش کی نوشته شده، به روی خودم نیاوردم و توضیحات لازم رو بهش دادم. در نهایت هم دلو زدم به دریا و گفتم آقای امیر جلالی باهاتون نسبتی داره. حمید رحمانی هم ابروی بالا انداخت و پوزخندی زد و گفت چطور، مگه سیامک رو شما میشناسی؟ البته کیه که سیامک رو نشناسه؟ گفتم بله، کیه که ایشونو نشناسه. حرفی در مورد طلاقش نزدم. حدس زدم شاید خودش هم دلش نمیخوادش که راجع به این موضوع حرف بزنم. چکو دادم بهشون و گفتم نمیتونم کمکی بهتون بکنم،
ولی حمید از جاش بلند شد و گفت باشه پس من میگم خودش بیادش مزاحم شما بشه. گفتم من وقت ندارم، یکی از همکارامو بهشون معرفی میکنم تا برم پیش ایشون. ولی حمید رحمانی اصرار داشتش که خودم باید این پرونده رو دستم بگیرم. بهم گفتش که سیامک خودش از من خواسته که بیام پیش شما. اون گفته که تنها کسی که میتونه این چک رو وصول کنه شمایید. یه لحظه قالب تویی کردم. یاد آخرین روز دادگاه بهاره و سیامک افتادم که منو صدا کرد و بهم گفتش هر جا بری هر کاری بکنی آخر سر سید خودمی ماهی. افکارمو کنار زدم و گفتم به هر حال بهشون بگید که من وقت ندارم. با تشکر کوتاهی از اتاق رفتش بیرون. تازه تونسته بودم اتفاقات 3 ماه پیش رو حذف کنم که این یارو بلند شده بود اومده بودش. بعد از کارم که رفتم خونه دیدم مادرم اضطراب داره و هر حرفی که میخواد بزنه بینش مکث میکنه. با آرامش کنارش نشستم و گفتم مامان مشکل چیه؟ هیچ سرخ و سفید میشد و روش نمیشد حرفی بزنه. بهم گفتش که یه خانومی امروز زنگ زد و برای خواستگاری کردن یه وقت ازم میخواستش. با پرخاش بهش گفتم که مادر من چند بار بهت بگم که من نمیخوام ازدواج کنم. ولی مامانم بیشتر سرخ شد و گفتش این سری برای تو زنگ نزدم، برای من زنگ زدم. لبخند روی لبهام اومد و بلند شدم رفتم گونه‌ش رو بوسیدم و بهش گفتم الهی قربونت برم، من که گفتم تو هنوز خیلی جوونی باید ازدواج کنی، حالا چرا انقدر سرخ و سفید میشی؟ چشم خوری به هم رفت و گفتش برو اون بر پریده، من الان وقت شوهر کردنمه، من الان باید دخترم شوهر بدم. دوباره توی بغلم گرفتم و بهش گفتم اصلا یکی از دلایلی که من ازدواج نمی‌کنم همین تنهایی تو مامان. اگه تو ازدواج کنی شاید منم یه کیس خوب برای خودم پیدا کنم. حالا ببینم یه کاری میتونی بکنی هر دومون بمونیم تو خونه و بترشیم. خب تعریف کن ببینم کی بوده اصلا. مامانم گفت نمیدونم والا، یه خانمی صبح زنگ زد و گفتش برای امر خیر میخوایم مزاحمتون بشیم. اول فکر کردم برای تو میخوان. ازش پرسیدم که آقا پسرتون چیکار است و چند سالشه. بعد بهم گفتش که برای پدرم میخوایم. انگار که آب سرد و ریختن رو سر من. منم گفتم که اصلا قصد ازدواج ندارم، ولی خیلی اصرار کرد و گفتم بذارید با دخترم مشورت کنم، نظر قطعیمو بهتون میگم. گفتم که خب حالا این حاج بابا چند سالشه، من حوصله پیرمرد ندارم. و مامانم سری گفتش که اتفاقا ازش پرسیدم، گفت 56 سالش و 2 تا دختر داره با 2 تا پسر، همشون هم ازدواج کردن و رفتن. گفتم به نظرم که مورد خوبیه، سرخرم که نداره، 4 سالم که اختلاف سنی نیستش. روز خواستگاری انقدر برای مامانم خوشحال بودم که تمام کارهای خونه رو خودم انجام دادم. با سرقه خودم میوه خریدم و شیرینی گرفتم و خونه رو تمیز کردم. برای مامانم یه کت دامن خیلی شیک انتخاب کردم و خودم هم یه کت دامن بنفش پوشیدم که هیکل بی‌نقصم و خیلی خوب نشون میداد. خانواده خیلی خوب و با نشاطی بودن. از همه مهمترم با مادرم و منم خیلی صمیمی رفتار میکردن. فقط من دغدغه اینو داشتم که مادرم که بعد از چندین سال میخواد دوباره ازدواج کنه من مثل سرخر نباشم. با خودم فکر کردم که شاید بعد از چند ماه ازشون جدا بشم و یه خونه زندگی برای خودم درست کنم. توی 2 ماهی که گذشته بود چند باری ما به خونهشون رفته بودیم و اونا هم اومده بودن خونه‌مون. مادرم معلوم بود که خوشحاله. برای صحبت‌های اولیه یه جور قرارداد سفت و سخت گذاشتم پیش پای داریوش خان که مادرم بهم چش خوره میرفت و میگفتش انگار دختر 14 سالم. عقد و به خاطر من روز جمعه انداختن که بتونم برسم. مادرم همراه داریوش خان فرستادم و خودم تنهایی رفتم. زیر لب با خودم میگفتم که خوش اومدی به روزهای تنهایی مهرانه. وارد محضر که شدم تقریبا همه اومده بودن. سیما دختر داریوش خان اومدش که منو به بقیه معرفی کنه و تقریبا با تمام اقوام و دوستاشون آشنا شده بودم که منو معرفی کردش به عمه شهینش. در کمال ناباوری داشتم سرم میچرخونم این ور تا پسر نرقولش رو ببینم که سیما به من گفتش مهران جون حواست کجاست، عمه با شماه. ازشون عذرخواهی کردم و به یه سلام علیک اکتفا کردم. عمه شهین رو کرد به سیما و گفتش یه زنگ بزن به این بچه ببین کجا مونده. سیما با خنده گفتش عمه تو تا الان روی کاکتوس کار کرده بودی گل داده بودش. آخه این چه پسریه که تو داری؟
همون لحظه صدایی از پشت سر اومدش که باعث شد روح از تنم جدا بشه. تا الان دعا می‌کردم که من شهین خانم رو با کس دیگه‌ای اشتباه گرفتم. در حال احوالپرسی با بقیه بودش. سیما هم سری رو به من گفت مهران جون ایشونم گل پسر عمه ما سیامک. خدا رو شکر میتونستم تو اون لحظه خودم رو حفظ کنم و رو کردم به سیامک و گفتم سلام خوشبختم. اونم با تیزبینی منو نگاه کرد و فقط به یه سلام اکتفا کردش. تمام مدت با بدبینی داشتش منو نگاه میکردش. بعد از مراسم که رفتیم خونه داریوش خان، عمه شهین که کنار من اومد نشستش گفت قیافت برام خیلی آشناه. من شما رو جایی ندیدم. از گوشه چشم سیامک رو دیدم که داره با پوزخند منو نگاه میکنه. بهش گفتم شهین جون من یادم نمیادش. شهین جونم شروع کرد به حرف زدن و تعریف کردن که پسرش و عروسش چند ماه قبل از همدیگه جدا شدن. یه وکیل خدا نشناسی باعث جدایی این دوتا شده. همون موقع گوشیم زنگ خورد و منم برای فرار از دست شهین خانم رفتم توی بالکن که صحبت بکنم. از حرف زدن با موکلم خواستم بیام داخل که سیامک صد راهم شدش. بهم گفتش که ازت خوشم میاد، هنوزم پردر جرأتی. میدونی چیه؟ من عاشق کوتاه کردن زبون درازایی مثل تو هم. خون داشت خونم میخورد و عصبی شده بودم. پیش گفتم که محض اطلاعتون بگم که منم استاد ناکود کردن طرف مقابلمم. شما که یکی دو بار طعمش رو چشیدی. به همین زودی یادت رفته قهرمان پوشالی؟ اینقدر عصبی شده بودش که خودم هم ازش ترسیدم. داشتم به این فکر میکردم که اگه یه مشت به من بزنه تا چند روز نایی تکون خوردن ندارم. بهم گفت زیادی دور برداشتی جوجه وکیل. دلیل نمیشه که یه بار بهت باختم بازم این اتفاق بیفته. فقط یادت باشه که اولین قدم خودت برداشتی. من آدم تلافی کردنم. ترسیده بودم ولی با دست هلش دادم کنار و وارد شدم. گونه مادرم رو بوسیدم و بهش گفتم باید برگردم خونه. فردا دادگاه دارم. مادرم که از رفتنم انقدر عصبی شدش بهم توپید که تو بیخود میکنی میخوای بری. ما از این قرارا نداشتیم. قرار بودش که هر جا من باشم تو هم همونجا باشی. با بدبختی راضیش کردم و گفتم من دیگه باید تنها زندگی کنم. من نیازه که مستقل باشم. بعد از یکی دو ماه از ازدواج مادرم در نهایت راضی شدش که من یه خونه 60 متری نزدیک خودشون اجاره کنم و مستقل بشم. داریوش خان خانواده شلوغی داشت و هر چند وقت یه بار دور همدیگه جمع می شدن. توی یکی از این مهمونی‌ها زمانی که سیامکم بودش منو توی جمع مجبور کردش که پرونده زمینش رو قبول کنم. منم به ناچار جلوی مادرم و شهین جون مجبور به قبولش شدم. ولی اینقدر از دستش عصبی بودم که نمیتونستم حتی حرف بزنم. تلفن حرف زدن و بهونه کردم و رفتم توی حیاط. روی تاپ نشسته بودم و به این فکر میکردم که چجوری از زیر پرونده در برم. یه دفعه تاپ شروع به حرکت کرد و شخصی که پشت سرم وایساده بود داشت منو تاپ میدادش. از بوی عطری که داشتش فهمیدم که سیامکه. تاپ و نگه داشت و سیگارش رو روشن کردش. بهش گفتم که چرا منو مجبور کردی این پرونده رو قبول بکنم. تو باعث شدی من لای منگنه بمونم و به اجبار این کار انجام بدم. سیامکم پوزخندی زد و گفتش تازه داری طعم لای منگنه بودن رو میچشی. ازش فاصله گرفتم و به بهونه اینکه فردا باید برم سر کار از داریوش خان و مادرم خداحافظی کردم. توی خونه که رسیدم هنوز لباسامو عوض نکرده بودم که زنگ در به صدا در اومدش. با تعجب آیفون رو برداشتم و دیدم که سیامک هستش. بهم گفت از طبقه 4 واحد 2. با تعجب بهش گفتم تو داری منو تعقیب میکنی؟ خیلی رو گفت آره تعقیبت کردم. منم کم نیاوردم و گفتم پس شغل جدید تو بهت تبریک میگم. سیما میگفتش که تو بوکسوری میتونی بادیگارد خوبی هم برای من باشی. عصبی شد و گفتش من بادیگارد گنده تر از تو هم نشدم. حالا تو اومدی به من میگی بادیگارد. من یه بادیگاردی به تو نشون بدم اون سرش ناپیدا. آیفونو گذاشتم و به عصبانیت سیامک دیگه حتی فکرم نکردم. روز بعد یه دادگاه خیلی سخت داشتم و چند تا جلسه مشاوره. انقدر خسته بودم که حال و حوصله حرف زدم با سیامک و دیگه نداشتم. شماره‌اش رو گرفتم و بهش گفتم امروز وقت ندارم با هم دیگه صحبت بکنیم، خیلی خستم. جلسه‌مون باشه برای یه روز دیگه. سیامکم که انگار از کل کل کردم با من خیلی خوشحال بودش گفتش حالا کی زده تو برژک تو؟
اگه خسته مشکلی نیستش، من شب میام خونت. بین حرفش پریدم و گفتم نیازی نیستش، فردا بیا دفتر، اونجا میبینمت. من قراره امروزمو به خاطر تو کنسل کردم، امکان نداره ازش بگذارم. بعدم تو دختر دایی منی، ما با هم دیگه فامیلیم، چرا نمیخوای من بیام خونت؟ نکنه میترسی که نتونی جلوی من مقاومت از خودت نشون بدی؟ من که به خودم اطمینان دارم. تو چی؟ تو به خودت اطمینان داری؟ میدونستم میخواد یه بازی جدیدی در بیاره، برای همین گفتم باشه ساعت 8 بیا. با تعجب گفت بیام خونه. گفتم آره ساعت 8 بیا خونم. یه پیرهن قرمز تنم کردم و جوراب شلواری مشکیم و با شال مشکی ست کردم. یه آرایش لایت خوشگلم کردم و منتظر سیامک بودم. وقتی در رو زدم به مادرم گفتم لطفاً در رو باز کن، سیامک اومده. مامانم که در رو باز کردش خواست کفشاشو در بیاره که مادرم رو دیدش. شوکه شد و سرش آورد بالا و فقط سلام کردش. تو دلم بهش پوزخندی زدم و گفتم تو هنوز منو نشناختی. اومد روی مبل نشست و مادرم ازش پذیرایی کرد و گفتش که میره توی اتاق تا کتابشو بخونه. تا چشم مادرم رو دور دیدش بهم گفت دیدی ترسیدی، زنگ زدی مامانت بیادش اینجا تا مراقبت باشه. با من رو راست باش، از چی ترسیدی که به مامانت گفتی بیادش؟ فکر کردی همین امشب میخوام کاراتو تلافی کنم؟ نکنه فکر کردی من میخوام به تو تجاوز کنم؟ شروع کردم به خندیدن و گفتم من تمام جوانب قضیه رو در نظر میگیرم. از مادرم خواستم بیادش اینجا که تو آتو دستت نگیری. خوب نیستش که اینقدر شکست به کلکسیونت اضافه کنی. البته نگران چیزی نباش، چیزی از ارزشات برای من کم نمیکنه. هر لحظه داشت پوستش تیره تر میشد و عصبی تر. تیشرت جذبی که پوشیده بودش دل هر دختری رو میبردش با اون هیکل بی‌نقصی که داشتش. جدی شدم و گفتم لطفا موضوعی که میخوای راجبش صحبت کنی و شروع کن. سیامکم دیگه ادامه نداد و گفتش در مورد همون چکیه که دوستم چند ماه قبل آورده بود دفترت. بین حرفش پریدم و گفتم همون 20 میلیارد. گفت آره خیلی خوب یادت مونده. گفتم هم مبلغش چشمگیر بود هم دوستت. به هر حال شخصیتش طوری بودش که تو ذهنم مونده. چشمکی زد و گفتش ببینم نکنه چشمت گرفته. لبخند زدم و گفتم اون تیپ و هیکل چشم هر دختری رو میگیره، منم استثنا نیستم. پوزخندی زد و گفتش حمید نامزد داره، ولی اگه چشمت خیلی گرفته من میتونم یه کاری برات انجام بدم، ولی قول نمیدم که خیلی تحملت کنم. به طور واضحی میخواست حرص منو در بیاره. منم برای اینکه حرصشو در بیارم گفتم من از مردایی که زن طلاق دادن اصلا خوشم نمیاد، مخصوصا که دستاشونم هرز بره. ابتدا اخم کرد و بعدش گفتش ولی من مرد مهربونی هستم، میتونی امتحانم کنی. به طور واضحی داشتش بهم پیشنهاد میدادش. بهش گفتم که حالا چرا داری برای من توجیه میکنی؟ نکنه واقعا فکر کردی که من به تو فکر میکنم؟ اینو یادت باشه که اگه تو تنها مرد روی این کره زمین باشی من هیچ وقت تو رو انتخاب نمیکنم. گریه ابراش تنگ‌تر شد و گفتش خیلی به خودت مینازی خانم وکیل، ولی حرفی نزن که بعداً از زدنش پشیمون بشی. این پولا اصلا برای من پول خورده. من از فکر نقد کردن این پول نرومدم. میخوام اصلا تو وکیل شخصی من بشی. هر قراردادی که میبندم و زیر نظر تو انجام بدم. به ناچار قبول کردم و گفتم باشه فردا بیا دفتر تا با هم دیگه قرارداد ببندیم. بلند داد زدم که مامان سیامک میخواد بره. فردا شب که خونه تنها بودم دوباره زنگ خونمون به صدا در اومدش. با تعجب دیدم که سیامک پشت دره. آیفون رو برداشتم و بهش توپیدم معلومه اینجا چی کار میکنی؟ اونم گفتش که نه به اون مادرت که اینقدر مهمون نوازه نه به تو. خب اومدم به دختر داریم سر بزنم، حالا مشکلش چیه؟ گفتم سیامک مسخره‌بازی در نیار و برو، من حوصله کل کل کردم با تو یکیو ندارم. گفت واقعا نمیخوای منو بالا راه بدی؟ گفتم نه بهتر از اینجا بری. اونم گفتش یه چکو دادم دست حمید، فردا به دستت میرسونه. گفتم خیلی خوب شبت بخیر خداحافظ. آیفونو گذاشتم و یه چند دقیقه بعدش بهم پیامک دادش که یه چک دست حمیده که برای پیش‌فروش یه خونه است، فردا بخوابونش به حساب من. منم براش نوشتم که لزومی نداشتش این همه راه بیاری تا اینجا.
میتونستی تلفنی هم این حرفو بزنی. به ثانیه نکشید که بهم پیام دادش که واقعا فکر کردی به خاطر تو اومدم؟ همسایه بالایتون یه خانم خیلی خوش برخورد و خوش رویه که یه چند ساعتی رفتم و از تنهایی در آوردمش. 2 تا تراولم محض انسان دوستی بهش دادم. میدونی که من چقدر دست به خیرم. تو هم اگه کمک خواستی دریغ نکن. من همیشه آماده کمک به خانوما. بیشور داشت منو با زنی مقایسه میکردش که میدیدم رفت و آمدای مشکوکی داره. اینو از ماشینای مدل بالایی که جلوی در خونه همیشه پارک بود فهمیده بودم. بدون هیچ فکری براش فرستادم که توی پسر بچه پرروی بی‌تربیتی که همه رو به یه چشم میبینی. امیدوارم رفتن دیگه برگشتی نداشته باشه. امیدوارم توی مسابقت ببازی. انقدر حرصم گرفته بود اصلا توجه نمی‌کردم چی براش نوشتم. بدون هیچ فکری هم براش ارسال کردم. تا روزی که مسابقه داشتش با خودم کلنجار میرفتم و عذاب وجدان داشتم. روز مسابقهش که شدش داشتم به صورت آنلاین توی گوشیم میدیدمش. اولین چیزی که توجهمو جلب کردش وقتی اومدش روی صحنه تتویی بودش که دور بازوش بود. بی خود نبودش بهش لقب پادشاه اژدها داده بودن. واقعا هم با ابهت بودش. مبارزه که آغاز شدش منم داشتم از هیجان سکته میکردم. هر یه مشتی که میخوردش من قلبم از جا کنده میشد. حریفش خیلی قدر بودش ولی انقدر با تسلط و قشنگ مسابقه میدادش که من که اصلا علاقه به دیدن این مسابقه نداشتم جذب شده بودم. با تموم شدن مسابقه و برد سیامک به خودم گفتم که آخه دختری احمق چجوری دلت اومدش که آرزو کنی این پسر برنگرده. برای اینکه عذاب وجدانم رو ساکت کنم تصمیم گرفتم که زمانی که برگشتش برم استقبالش. وقتی رسیدم خونه شهین خانم تقریبا 30 نفری خونه بودن. یه دسته گل بزرگ هم براش گرفته بودم. رفتم جلو بهش سلام کردم و گفتم پیروزیتون رو تبریک میگم. با تعجب ابروشو انداخت بالا و گفت جدا؟ گفتم چی جدا؟ حمید رحمانی هم کنارش وایساده بودش. وقتی دیدش که اوضاع داره خراب میشه زد به پهلوش و گفتش اینجا جاش نیست، همه دارن نگاهتون میکنن. به زور دست گل ازم گرفت و فقط با یه تشکر خشک و خالی سرشو تکون داد. با راهنمایی سیما رفتم طبقه بالا تا لباسم رو عوض کنم. زمانی که داشتم از اتاق می اومدم بیرون سینه به سینه سیامک شدم. اینه بلندی کشیدم که سیامک گفت بهت نمیخوره انقدر ترسو باشی. گفتم ترسو نیستم. وقتی یکی جلوم ظاهر میشه اینجوری طبیعیه که بترسی. سیامک هم گفتش که اومدم باهات حرف بزنم. مگه نگفتی بعداً حرف بزنی؟ منم بهش گفتم که گفتم بعدم ولی نگفتم دقیقاً کی. سیامک روبرون وایساد و گفت فکر میکنم یه معذرت خواهی به من بدهکاری. میدونی چقدر خودم رو کنترل کردم که اون پیامک تو به مادرت نشون ندم. الان میتونی بری ولی بعدا باید با هم دیگه حرف بزنیم. اونم توی خونه تو بدون مادرت. حرصی به صورت خبیثانش نگاه کردم و گفتم ازت متنفرم. گوشه لبش بالا رفت و گفت برای شروع خوبه، راضیم ازت. اون شب برام زیر نگاه‌های هیز پسرعموی سیامک گذشت. بعد از اینکه شامو خوردیم برای اینکه از نگاه‌های شهرروز نجات پیدا کنم از شهین خانم تشکر کردم و گفتم فردا باید برم دادگاه و نیازه که امشب زودتر برم خونه. شهرروز سریع از جاش بلند شد و گفت اگر قابل بدونید من میرسونمتون. دهنم از پررویش وامونده بودش. فقط به یه سر تکون دادن اکتفا کردم و گفتم ممنون، من خودم ماشین دارم. از بقیه خداحافظی کردم و از خونه زدم بیرون. صبح که از خواب بیدار شدم اولین پیامی که دیدم برای سیامک بود. زده بودش چی شد بهم نگفتی کی بیا. فقط براش نوشتم ساعت 9 شب. اونم جوابم دادش که میدونم که آشپزی بلد نیستی، خودم از بیرون غذا میگیرم. کارم که توی دفتر تموم شدش وقتی رفتم خونه رو تمیز کردم و لباسامو عوض کردم. روی مبل دراز کشیده بودم و منتظر سیامک بودم. حدوداً یه ربعی تأخیر داشت. یاد اولین روزش توی دفترم افتادم. بعدش یاد بهارا افتادم. به اینکه مهاجرت کرده. یه دفعه یه جرقه‌ای توی ذهنم زدش که بهارا رفته آلمان. مسابقه سیامک هم آلمان بود. خیلی دلم میخواست بدونم که سیامک زمانی که رفته آلمان رفته دیدن بهارا یا نه. بعد از اینکه زنگ در رو زدن در رو که زدم اومدش بالا 2 تا جعبه پیتزا تو دستش بود. به رسم ادب دعوتش کردم که بیاد داخل و
اون مستقیم رفت سمت آشپزخونه. برای خودش از توی آبچکون لیوان برداشت و آب خوردش. بعدم دستاشو با حوله زیر کابینت خشک کردش. دهنم از پررویش باز مونده بودش. داشت میرفت سمت کاناپه بشینه که یه دفعه دید من با دهن باز دارم نگاش میکنم. بهم گفت چیه؟ گفتم هیچی، راحت باش. گفت ممنونم که گفتی، واقعا معذب بودم. کتشو در آورد و گفت جا لباسیت کجاست؟ گفتم تو اتاق خوابم. داشت میرفت سمت اتاق خواب که جلوشو گرفتم و گفتم بده من خودم برات آویزون میکنم. نشست روی مبل و پاهاش انداخت رو پاش. خواستم برم سمت آشپزخونه که براش قهوه یا چایی بیارم که گفتش حالا بیا بشین، چرا انقدر میری میشپی تو آشپزخونه؟ نشستم رو مبل کناری و با پوزخند بهش گفتم آلمان چه خبر؟ خوش گذشتش؟ از بهاره چه خبر؟ بدونی که به من نگاه کنه سیگارش رو خواست روشن بکنه با همون فندک طلاییه که قبلا گفته بودش براش خیلی عزیزه. به فندک نگاه کردم و گفتم اینم یادگاری بهاره است. عصبی سیگارش رو روشن کرد و داشت میکشیدش. دوباره از وجدان گرفتم و گفتم معذرت میخوام، منظور بدی نداشتم. همینطور که داشت سیگار میکشیدش به من نگاه کرد و گفتش میدونی بدیه این که به یه رقیبت یه بار باختی چیه؟ این که نقطه ضعف تو فهمیده. هر دفعه میخواد از همونجا بهت ضربه بزنه. تو این 6 ماه کلی رو خودم کار کردم. به این فکر میکردم که دیگه بهاره از توی ذهنم رفته. ولی زمانی که رفتم آلمان فهمیدم که هیچی درست نشده. جای خالیش داشت به هم دهن کجی میکردش. بدون هیچ فکری و از روی کنجکاوی ازش پرسیدم رفتی دیدنش؟ سرش رو تکون داد و گفت نه، مربیم بهم اجازه ندادش. حمید جریان رو براش گفته بود. فندک یادگاری توی دستام گذاشت و گفت امشب تلنگر خوبی بهم زدی. این بمونه پیش تو امانت. دیگه نمیخوام یادگاری بهاره رو داشته باشم. حتی اگه نخواستیش میتونی بندازیش توی سطل آشغال. رفت سمت آشغال و من به فندک توی دستم نگاه میکردم. با خودم فکر میکردم که این بهاره چی داره که این جنگجو رو تونسته به زانو در بیاره که با گذشت 6-7 ماه هنوز نتونست لباس اعضاش رو از تنش در بیاره. بعد از اینکه توی آشپزخونه شاممون رو خوردیم حرف دیگه نزد و فقط با یه خداحافظی اکتفا کرد و از خونه زد بیرون. تا 2 هفته ازش هیچ خبری نداشتم تا اینکه یه روز صبح بهم زنگ زد و گفت میخواد یه ملکی رو بخره و نیازی که منم پای قراردادش باشم و سند و مدارکش رو چک کنم. منم بدون هیچ حرفی موافقت کردم و گیر دادش که میام دنبالت. منم گفتم نیاز نیستش، آدرس رو بفرست تا خودم بیام. اولش مخالفت کردش ولی بعدش که دید من کوتاه بیا نیستم قبول کرد و آدرس رو فرستاد. بعد از اینکه سندا رو چک کردم دیدم مشکلی نیست و قرارداد رو با هم دیگه نوشتیم و سیامک هم امضا زدش. خواستم بیام دفتر که سیامک گفتش من میرسونمت. هرچه اصرار کردم قبول نکرد و گفت خودم میرسونمت. منم که دلم لک زده بود سوار اون ماشین خوشگلش بشم قبول کردم و با هم دیگه سمت دفترم رفتیم. جلوی دفتر فقط بهش یه تعارف خوشحالی کردم که اگه دوست داری میتونی بیای بالا قهوه بخوری. اونم سریع موافقت کرد و ماشینشو قفل کرد و همراه من اومدش تو دفتر کارم. وقتی رفتم توی اتاق کارم پشت سرم که اومدش توی اتاق کار یه حس بدی داشتش. همون جلوی در وایساده بود و نمیشست. بهش گفتم چرا نمیشینی؟ گفت اینجا حس بدی و بهم میده. یاد اوایلی که اومده بودم اینجا میافتم. حرفایی که توی اتاق بهم زده بودی باعث شد زندگیم زیر و رو بشه. تو باعث شدی من طلاقش بدم. من دوستش داشتم. من دلم نمیخواست ازش جدا بشم. تو بدترین راه رو انتخاب کردی. دست به سینه مقابلش وایسادم و گفتم آره تو نمیخواستی طلاقش بدی ولی میخواستی دستی دستی بکشیش. در حقیقت من اونو از مرگ و تو رو از تناب دار نجات دادم. نفسش رو پرهرس توی صورتم فوت کرد و گفتش تو گوه خوردی دختره پاپتی. وکیل دوزاری. دوبار تو رود خندیدم پررو شدی. فکر کردی کی؟ من اصلا امثال تو رو خدمتکار خونه من حساب نمی کنم. بعد اینجوری زل زدی تو چشمای منو میگی میخواستم عشقمو بکشم. میدونستم الان عصبیه. به خاطر اینکه بیشتر عصبی نشه با آرامش گفتم اولا که حرف دهنتو بفهم. هرچی لایق خودت به من نگو. من اگه جلوی اون ازدواج رو نمیگرفتم یه فاجعه اتفاق میافتاد. چشماش غمگین شد و گفتش لعنتی تو حتی نذاشتی من دوباره شانسمو امتحان کنم. من فقط میخواستم 1 ماه بیشتر اون رو داشته باشم.
هرچی خشم و عصبانیت داشتش روی در خالی کرد و در رو به هم کوبید و رفتش. بارها و بارها باش تماس گرفتم ولی جوابمو ندادش. حتی زمانی که رفتم خونه هم باهاش تماس گرفتم. دیگه میخواستم بخوابم که تلفنم زنگ خوردش. دیدم سیامک وقتی جواب دادم گفتش که زنگ زده بودی کارم داشتی؟ گفتم میخواستم بابت رفتارم توی دفتر ازت عذرخواهی کنم. سیامک هم سریع گفتش که من نیاز به عذرخواهی تو ندارم. تو به جز یه فامیل نخودی برای من هیچی نیستی. من اگه تو فامیلم نبودی حتی تو رود نگاهم نمی‌کردم. ببینم نکنه مهربونی مامان منو بابت چیز دیگه گذاشتی. اینو از الان بهت بگم که اگر خیالاتی در مورد من داری بریز دور. هوا برت نداره. گیج و منگ بودم و احساس شکست می‌کردم. فقط بهش گفتم که من به عنوان یه فامیل نخودی به قول تو یا یه رفیق میخواستم کمکت کنم. اینو گفتم و تلفن رو قطع کردم. یه هفته گذشته بود و دوباره خبری از سیامک نبودش. مادرم زنگ زد و گفتش که عموی سیامک دعوتمون کرده برای برد سیامک. به منم گفتش که حتما بیام. هرچی به مامانم اصرار کردم که نمیام قبول نکرد و گفتش باید بیای. دلم نمیخواست برم اون مهمونی و دوباره سیامک رو ببینم. حتی بدتر از اون شهر روزو. برای حاضر شدن بیشتر از همیشه حساسیت به خرج دادم. حرفای سیامکم بی تأثیر نبودش. میخواستم بهش نشون بدم که من همیشه ساده نیستم و خیلی زیباتر از این حرفا. چشمامو خط چشم گربه‌ای کشیدم و رژ لب جیگری رو زدم. موهای فرم و باز دورم ریختم و یه شال کوتاه روش انداختم. یه پیرهن قرمز خوشگلم تنم کردم و اندام قشنگم رو به نمایش گذاشتم. از خودم که راضی بودم پالتومو پوشیدم و سمت خونه عموی سیامک راه افتادم. حوصله نداشتم با ماشین بیام و با آژانس رفتم خونه عموی سیامک. خونهشون توی محله خیلی لوکس بود و از سیما شنیده بودم که واردات ماشین دارن. وضع مالیشون خیلی خوب بود. وارد خونه که شدم زن عموی سیامک با خوشرویی از من پذیرایی کرد و منو بغل کردش. با اینکه تعجب کرده بودم ولی به روی خودم نیاوردم و با خوشرویی سلام و احوال پرسی کردم. با بقیه که سلام و احوال پرسی کردم نگام به شهرروز و سیامک افتاد که کنار هم وایساده بودن. نزدیکشون شدم و سلام کردم. شهرروز با قیافه ذوق زدگی فقط به لبام خیره شد و با خودم گفتم چه غلطی کردم رژ قرمز زدم. ولی وقتی به سیامک رسیدم و سلام کردم فقط سرش رو تکون داد و جوابمو درست و حسابی ندادش. بیشتر از این معطل نکردم و رفتم یه گوشه نشستم. جایی که نشسته بودم دقیقاً توی دید سیامک و شهرروز بود. شهرروز که بدون هیچ خجالتی زل زده بود توی صورتم. منم سعی میکردم با سیما حرف بزنم خیلی بهش توجهی نکنم. نمیدونم در گوش شهرروز چی گفتش که با هم دیگه بلند شدن و رفتم بیرون از خونه. همون موقع برام پیامکی اومدش که باز کردم و دیدم سیامک بهم پیامک داده. نوشته بود من نهایتا میتونم 10 دقیقه معطلش کنم. میتونی بری بالا لباستو عوض کنی و رژتو کم رنگ کنی. ابرام بالا پرید و زیر لب فحش بهش دادم و بهش بی‌اعتنایی کردم. موبایلمو گذاشتم توی کیفم تا اگه دوباره پیام دادش نگام بهش نیفته. حالا خوب بود توی اون جمعی که بودیم من از همه با حجاب تر بودم. حتی شالم روی موهام بود. وقتی همراه شهرروز برگشتن توی خونه سعی کردم بهش بی‌محلی کنم. ولی اون اومد نزدیکم و گفتش مهرانه بیا میخوام راجع به یه مسئله باهات صحبت کنم. همون موقع سیما گفتش که نمیتونی توی جمع خانوادگی در مورد مسائل کاری صحبت کنی. ولی سیامک سریع گفتش که من فردا باشگاه دارم نمیتونم دیگه قرار بذارم بیام دفترت. یه دقیقه بیا بیرون باید با هم دیگه حرف بزنیم. همون موقع دخترمو شادی برای خودشیرینی اومد حرفی بزنه. اسم سیامک رو بهش گفت سیا ولی سیامک یه جوری از کوره در رفت و سرش داد زدش که 1000 بار بهت گفتم اسم منو سیا صدا نکن که من جای اون دختر از ترس قالب تویی کردم. شادی هم سریع گفتش که پسرمو معذرت میخوام. یه دفعه از دهنم پریدش. ولی سیامک محلش نذاشت و به من رو کرد و گفت مهرانه بیا بیرون. مجبوری از جام بلند شدم و رفتم بیرون. تا رفتیم یه جای خلوت بهم گفتش که مثل که خیلی علاقه‌مند شدی به خانواده ما. بهش گفتم چیز قابل توجهی ندارید.
اومد نزدیک من و سینه به سینه من ایستاد و گفتش اینکه شهرروز داره به توجه میکنه داری بال در میاری نه؟ مثل خودش رخ به رخ وایسادم و گفتم به تو چه ربطی داره؟ یه دسته از موهای فرم که روی صورتم ریخته بود و توی دستش گرفت و بعد از اینکه لمسش کردش کردش زیر شالم. یکم عقب رفتم و بهش گفتم حد خودتون رو بدونید. نگام کرد و گفتش حد من مگه کجاست؟ مگه من چی کار کردم؟ چقدر حد تو کوچیک دختر داری؟ انگشتامو توی دستش گرفت و گفتش دلم نمیخواد به شهرروز نزدیک بشی. اون برام خیلی عزیزه. منم با گستاخی تو چشماش نگاه کردم و گفتم از شهرروز گنده ترم برای من بودش. من محل اونا رو نمیذاشتم. چه برسه به پسرموی هیز تو. دستمو از توی دستش میخواستم در بیارم که بهش گفتم بکش کنار الان یکی میبینه. اونم گفتش خب ببینه مگه چه مشکلی داره. به هر ضرب و زوری که بودش دستم از توی دستش در بردم و گفتم دلم نمیخوادش کنار تو باشم و اسمم لجنگ کشیده بشه. بدون توجه به سمت خونه رفتم و فاطمه خانم که انگار منتظر بودش من بشینم رو کرد به مامانم و گفتش با اجازه شما آقا داریوش میخوام مهران جون رو برای شهرروزم خواستگاری کنم. مامانم برای اینکه من اونجا آبروریزی نکنم سریع رو کرد به من و گفتش البته مهران جون من بهشون گفتم که شما قصد ازدواج نداری ولی فاطمه جون اصرار داشتش که خودش حتما این موضوع رو باهات در میون بذاره. داشتم با خودم فکر میکردم که اگه الان بذارم و از این خونه برم بیرون خیلی آبروریزی میشه ولی به مادرم که فکر میکردم دیدم تصمیم عاقلانه ای نیستش. برای همین رو کردم به فاطمه خانم و گفتم مادرم درست گفته من قصد ازدواج ندارم. پدر شهرروز حاج آقا مهراب که خیلی مرد متشخصی بودش بهم گفتش که روی من پیرمرد رو زمین ننداز. یه چند روزی فکر کن بعد از اینکه نتیجه گرفتی بهم خبر بده. همون موقع گوشیم توی دستم لرزید و پیامک سیامک رو دیدم که نوشته بود همین الان بیا بیرون. منم براش نوشتم که شرت کم. اونم بهم دوباره پیام دادش خیلی آویزونی. با صدای فاطمه خانم سرم از توی گوشی در آوردم و بهش نگاه کردم. بهم گفتش چطور الان بری بالا و با شهرروز یکم حرف بزنید. برای شروع بد نیستش. میتونید بیشتر همدیگر رو بشناسید. ولی من که مرغم یه پاداشش گفتم باور کنید من اصلا قصد ازدواج ندارم. برای همین نیاز به شناخت بیشتر نیستش. همون موقع سیامک از در اومد تو روی مبل نشستش. منتظر بود که ببینه من چی میگم. منم به خاطر اینکه حرصش رو بیشتر در بیارم با حرف فاطمه خانم موافقت کردم و با شهرروز رفتیم بالا تا صحبت کنیم. وقتی رفتیم سمت طبقه بالا تو نشیمن بالا که نشستیم بدون اینکه بخوام سرخ و سفید بشم یا خجالت بکشم رو کردم به شهرروز و گفتم چجوری فکر کردید که ما به هم دیگه میخوریم که پیشنهاد ازدواج دادید؟ شهرروز که حسابی جا خورده بودش بهم گفتش اصلا توقع نداشتم با این صحبت شروع بشه. بهش گفتم توقع چی داشتی؟ بعد از یه روبی که با هم دیگه حرف زدیم قرار شدش که برای آشنایی بیشتر فعلا همدیگه رو بشناسیم ولی من بهش گفتم که قصد ازدواج ندارم. از پلا که اومدیم پایین همه خانواده منتظر بودن تا نظر منو بپرسن. منم فقط به اینکه میخوام بیشتر فکر کنم اکتفا کردم و حرف دیگه ای نزدم. خواستم بشینم که همون لحظه سیامک گفتش باید از خدات هم باشه که شهرروز بهت نگاه کنه. پولدار خوش قیافه چی دیگه میخوای؟ اصلا که کوچیک‌تره. فاطمه خانم برای اینکه موضوع رو جمع کنه رو کرد به سیامک و گفته سیامک جان این چه حرفیه که میزنی؟ هر چیزی که شهرروز داره 2 برابرش رو مهران جون داره. داریوش خان اومدش دخالت کنه که سیامک چرا داری در مورد دختر من اینجوری حرف میزنی؟ من رو کردم بهش و گفتم داریوش خان یه دقیقه اجازه بدی. سینه به سینه سیامک ایستادم و گفتم مشکلت با من چیه؟ سیامک هم گفتش من با تو مشکلی ندارم. فقط خواستم بگم که نیاز نیستش برای پسرموی من تاخچه بالا بذاری. تو توهم زدی دختر جون. بهتره که خودتو زیاد دست بالا نگیری. گوشه لبم بالا پرید و بدون فکر گفتم
ببینم نکنه مشکلت با من برمیگرده سر جدایی تو از بهاره. انگار که روش بنزین ریخته بودم. داشت میومد سمت من که علی سلی جلوشو گرفت و بهش اجازه ندادش بیاد سمت من. منم از فرصت استفاده کردم و گفتم این چند ماه به خاطر اینکه حالت بد بودش حرفی نزدم. ولی تو اصلا منو نشناختی. امشبم از حدت گذروندی. یه دفعه یه نره بلند زدش که تو غلط کردی کثافت، دهنتو میبندی یا خودم دهنتو گل بگیرم. با پررویی تمام رفتم نزدیکترش و رو به علی گفتم ولش کن ببینم میخواد چی بگه. نهایتش منم میشم مثل بهاره دیگه. شادی سری گفتش موضوع از چه قراره مهرانه؟ منم گفتم مگه بهتون نگفته؟ شاهین خانم که سری زد زیر گریه که آبروم رفتش. سیامک رو جری‌تر کرد و خواست دوباره به من حمله کنه که علی جلوشو گرفت و داد زد ببند دهنتو آشغال. ولی من بهش توجهی نکردم و گفتم من طلاق بهاره رو گرفتم. نمیدونید چرا اینا از هم دیگه جدا شدن؟ خواستم ادامه بدم که فریادش بلند شدش که من امشب تو رو میکشم. به تو چه که من چرا زنم و طلاق دادم عوضی. دوباره نگاش کردم و گفتم حالا صدای گریه مادر کی بلند شده؟ تو واسه من کری میخونی؟ بعدم رو کردم به فاطمه خانم و حاج آقا مهرابی و گفتم بهتر از پیشنهادتون صرف نظر کنید. منم دختر آفتاب مهتاب ندیده نیستم که بخوام با یه حرف سرخ و سفید بشم. نه مال و اموالتون چشممو گرفته نه از پسرای آویزون خوشم میادش. مادرم توی صورتش میزد و میگفت مهران بس کن. رو کردم به فاطمه خانم و شاهین خانم ازش عذرخواهی کردم و داشتم از در می اومدم بیرون که علی گفتش من میرسونمت. گفتم نیازی نیست و خودم میرم. همون موقع صدای سیامک دوباره بلند شدش که ولش کنید بره، ایشون گرگ بارون دیده است. 100 تا مرد رو میبره لب تشنه و برمیگردونه. ندیدید چجوری شهر روزو خام خودش کردش؟ داریوش خان از اون بعد داد زدش که خفش و سیامک. راه رفته رو برگشتم و رخ به رخش بایستادم و یه سیلی محکم توی گوشش زدم. توی بهت بود و فقط داشت منو نگاه میکردش. منم از این فرصت استفاده کردم و سمت در دویدم. همون موقع شادی اومد سمتم و بهم گفتش که بیا این کلید ماشین رو بگیر با ماشین من فقط برو. سوار ماشین شدم و داشتم از در پارکینگ می اومدم بیرون که یکی محکم کوبید به شیشه. از ترس قالب توی کرده بودم که دیدم سیامکه. در ماشین رو باز کرد و بهم گفت برو اونور بشین. داشتم مثل منگولا نگاش میکردم تا حرفاشو بفهمم چیه. دوباره فریادش بلند شدش که با ترس رفتم اون بر نشستم و خودش هم نشست پشت فرمون و پاشو گذاشت روی گاز و از اونجا دور شدیم. گوشیم زنگ میخورد و سیما و مادرم بودن. برای اینکه نگران نشم بهشون گفتم که مشکلی نیست و ما فقط میخوایم با هم دیگه حرف بزنیم. تلفن رو که قطع کردم بهم گفتش که اینا نکنه میترسن من تو رو بکشم. البته ازم بعیدم نیست. نمونه‌شو که قبلا دیدی. رو کردم بهش و گفتم ببین اگر میخوای من ازت عذرخواهی کنم بابت اون سیلی باید بدونی که سخت در اشتباهی. اگر من میتونستم تو رو حتی بیشترم کتک میزدم. محکم روی فرمون کوبید و گفتش لعنتی تو چطوری تونستی راز زندگی منو جلوی اون همه آدم فاش کنی؟ در مورد اون سیلی هم باید بهت بگم که برو خدا رو شکر کن که 2 تا نزدی وگرنه وضعت خیلی وخیم‌تر از این حرفا بودش. تقاصش رو پس میدی. جالبی که اصلا برات مهم نیستش داریم کجا میریم. نگاه کردم و گفتم داریم میریم خونه من. با پوزخند گفت جای دیگه دوست داشتی ببرمت؟ بهش گفتم لطفا خفه شو. جلوی خونم که نگه داشتش قبل از اینکه من پیاده بشم گفت بیا همین الان هر چی که هست بینمون رو تموم کنیم. من از لحاظ روحی تو رو آزاد دادم، تو هم زدی توی گوشم و زندگیمو برای همه گفتی. مهم نیستش. تمام اینا رو میذاریم کنار. فقط یه چیزی هستش. با تعجب گفتم چی؟ گفت باید دور شهر روزو خط بکشی. دلم نمیخواد بیشتر از این پات وسط خانواده ما کشیده بشه. ببین من اصلا حوصله پسرمو چشم مزقی تو رو ندارم. خودت دیدی که جلوی جمع جوابشو دادم. همون موقع موبایلم زنگ خورد و داشتم جواب سیما رو میدادم که دیدم دستش روی رونه پای من اومدش. با تعجب داشتم نگاش میکردم و نفهمیدم اصلا به سیما چی گفتم و تلفن رو روش قطع کردم. بهش گفتم داری چه غلطی میکنی؟ سیامک هم گفت دختر جون وایسا با هم دیگه بریم.
موبایلمو انداختم موزیک، دارم دنبال اون میگردم. برای من 100 تا بهتر از تو ریخته. پسر 16 ساله تو کفی هم نیستم که با یه دست زدم به پای تو ارضا بشم. موبایلش که زیر پام افتاده بود و بهش دادم و گفتم شانس آوردی. وگرنه اون ور صورتت هم یه صفایی بهش میدادن. یه دفعه جدی شد و گفتش خیلی داری جیک جیک میکنی جوجه. من اگه اون موقع حرفی نزدم فقط به خاطر مادرم بود. دلم نمیخواست یه درد روی دردش بذارم. وگرنه بلدم توی زبون دراز و چجوری آدم کنم. دیگه حرفی نزدم و از ماشین فقط پیاده شدم. بعد از 1-2 هفته که مامانم با هم غرق بودش و هر کار میکردم با هم آشتی نمیکردش، یه دسته گل خریدم و رفتم دم خونش. با اکراه جوابم رو داد و بهش گفتم که بی با هم دیگه آشتی کنیم. گفت فقط با یه شرط باهات آشتی میکنم. فاطمه خانم چند بار بهم زنگ زد و ازم خواسته که تو با شهروز قرار بذاری. با خودم که 2 تا 4 تا کردم دیدم که شهروز پسر بدی نیست و خیلی هم پول داره. سعی کردم یه فرصت بهش بدم. شایدم تونستم بهش دل ببندم. توی این مدت 1-2 هفته چند باری با شهروز بیرون رفتم. پسر دست و دل بازی بودش. ولی هر کاری که میکردم بهش علاقه‌مند نمیشدم. توی دفترم مشغول کار بودم که منشی اومد در زد و گفتش آقای امیر جلالی اومده. ازش پرسیدم کدوم امیر جلالی؟ خود سیامک از پشت سر داد زدش که آره دیگه امیر جلالی ها شدن 2 تا. سیامکشونم خانم. اومد تو و خواست حرفی بزنه که من رفتم مستقیم جلوش وایسادم و گفتم شهروز خودش عقل و چشم داره منو انتخاب میکنه. به تو چه مربوطه که هر روز بلند میشه میای اینجا؟ زیپ کاپشنش که پایین بود و کشیدم بالا و توی چشماش خیره شدم و گفتم بهتره بری پی زندگی خودتو برای من و شهروزم آرزوی خوشبختی بکنی. اصلا بهش اجازه ندادم حرفی بزنه. فقط زمانی که میخواست بره بیرون با یه نگاه تهدیدآمیز بهم نگاه کرد و از در دفتر زد بیرون. شهروز بهم گفته بودش که آخر هفته مهمونی دعوت و از منم خواسته بودش که همراهیش کنم. با اینکه اصلا دلم نمیخواست همراهش برم ولی روش و زمین ننداختم و باهاش همراه شدم. هر کاری میکردم دلم باهاش صاف نمیشد و ازش خوشم نمیومدش. آخر هفته که رسیدش یه لباس شیک انتخاب کردم و موهامو باز گذاشتم و از در خونه که رفتم بیرون چند روز منتظرم بود. با هم دیگه وارد مهمونی شدیم و یه گوشه نشستیم. صاحب مجلس اومد و با شهروز گرم احوال پرسی کردش. بعد از اینکه بهش تولدش رو تبریک گفتم رو کرد به شهروز و گفتش پسرموت کجاست؟ شهروزم گفت چند وقتی سرسنگین شده میادش تا 1 ساعت دیگه. شاخکام تیز شده بود و داشتم فکر میکردم که سیامک کی میاد. شهروز که سرش توی موبایل بودش منم داشتم اطراف رو نگاه میکردم که یه دفعه دیدم سیامک وارد خونه شد و یه دختر جلف هم از بازوهاش آویزون بودش. لباس دکولته‌ای پوشیده بود و یه آرایش خیلی زننده داشت. نزدیک ما که رسیدم با هم دیگه احوال پرسی کردن و سیامک با چشم و ابرو به من گفت خوبی دختر دایی. بعدم منو به تارا جون معرفی کرد که دختر داییش و نامزد شهروز پسرموش هستم. یه چند دقیقه گذشته بودش که من حوصله‌ام سر رفت و به شهروز گفتم دارم میرم سمت سرویس. وقتی بلند شدم و داشتم میرفتم سرویس یه آقای اومد نزدیکم و بهش گفتم سرویس کجاست. بهم گفتش که خودم راهنماییتون میکنم. دستش رو پشت کمرم گذاشت و منو به یه سمتی بردش. ازش تشکر کردم و وارد سرویس شدم. آرایش هم بود یکم تمدید کردم و خواستم بیام بیرون که با مرد قوی هیکل سیاه پوشی که مقابلم بودش مواجه شدم. بهش گفتم برو کنار میخوام برم. اونم گفتش رو گرفتنات فقط برای ما بودش. اینجا که رسیدش همه شدم بهت محرم. بعد تو خونه روسری سرت میکنی. بهش گفتم اصلا به تو چه ربطی داره؟ اگه قرار باشه کسی حرف بزنه اون شهروزه نه تو. اونم سری گفتش فکر کردی منم مثل شهروز بی‌غیرتم. اون مردی که برای چی دستش رو گذاشت پشت کمر تو؟ بازومو توی دستش گرفت و داشت فشار میداد که توی چشماش خیره شدم و از درد آخ ریزی گفتم. دستاش شل شد و منم از این فرصت استفاده کردم و از سرویس زدم بیرون و سیامکم دنبالم اومدش تا دوباره اون مردک رو من نبینم.
بازمو گرفته بود و داشت دنبال خودش میکشوند که بهش گفتم تارا جون یه وقت ناراحت نشه دست منو گرفتی. اونم گفتش تارا جون خیلی فهمیده تر از این حرفاست. الانم تقلا نکن تا تو رو برسونم دست نامزدت. اون نامزد احمق اگه بلد نیستش از مالش محافظت کنه، من میتونم براش نگه دارم. سعی کردم بازومو از دستش در بیارم و گفتم اولا من کالا نیستم، دوم اصلا به تو ربطی نداره. وقتی نشستیم کنار شهروز و تارا، شهروز دستش رو انداخت دور شونه من و منو به خودش نزدیک کردش. تارا هم بوسه روی گونه‌های سیامک کاشت و روژش رو کامل مهر کردش رو صورت سیامک. سیامک که از این وضع پیش اومده عصبی شدش داشت دنبال دستمال میگشتش که یه دفعه نگاهش روی دستای شهروز خوش شدش. همینطور به دستای شهروز نگاه میکرد و سعی داشتش صورتش رو پاک کنه. از جاش بلند شد که تارا گفت کجا عشقم؟ سیامک با صدای بلندی گفت میخوام برم صورتمو بشورم. یه دقیقه اینجا بشین. بعد رو کرد به شهروز و گفتش من یه چند تا سوال حقوقی از مهرانه دارم. یه دقیقه باید با من بیادش بیرون. بعدم رو کرد به من و گفتش میدونم مهمونی جای این حرفا نیستش، ولی خیلی مهمه، لطفا یه دقیقه بیا بیرون. از رام بلند شدم و همراه سیامک داشتیم میرفتیم بیرون. فکر کردم میخواد بره سرویس تا صورتشو بشوره، ولی وقتی ازش پرسیدم که کجا میری، بهم گفتش یه دقیقه بیا با هم دیگه بریم توی حیاط. دستشو محکم روی صورتش کشید و گفت این گوه پاک شد. منم بهش گفتم که نه هنوز. خودم دست به کار شدم و رفتم جلوتر با دستم صورتشو پاک کردم. خیره توی چشمام شد و حرفی نمیزد. بعد از چند ثانیه بهم گفت داری کلافم میکنی مهری. بهش گفتم من دارم کلافت میکنم، تویی که از اول مهمونی که اومدی داری گیر میدی به من. کنایه‌آمیز گفتش چیه، نکنه خوشت اومده؟ مزاحم لاس زدنتون شدم؟ محکم بهش گفتم ببین روابط من و شهروز اصلا به تو ربطی نداره. خودت دخالت نده. اگه میخوای در مورد موکلت حرف بزنی حرف بزن. اگه نه من بلند شدم برم بشینم. با یه لحن خاصی اسممو صدا کرد و گفت مهری. بهش گفتم بله. بهم گفت امشب مراقب خودت باش، از جلو چشم من تکون نخور. همین یه جمله کافی بودش تا من کلا به هم بریزم. بهش گفتم چی شده سیامک؟ چرا درست حرفتو نمیزنی؟ پوکی به سیگارش زد و گفتش فقط امشب مراقب خودت باش. شهروز امشب چند تا پیک مشروب خورده. با یه حساب سرانگشتی گفتم 4-5 تا. گفت امشب با شهروز برنگرد، یه بهونه جور کن تا من خودم ببرمه. شهروز معمولا توی مهمونیاش میمونه. تو شهروز رو دوست داری؟ اینقدر یه دفعه این سوال پرسید که نمیدونستم جوابش رو چی باید بدم. گفتم کی گفته که من عاشقش شدم؟